سلام به تمام شما عاشقان دنیای وحشت و ترس. من کوچیک شما عابد هستم. امروز قصد دارم یه داستان ماورایی که به خاطر سوء استفاده برام رخ داد رو براتون تعریف کنم. من با یه خواهر کوچیکتر توی خانواده بدشانس چشم به دنیا باز کردیم. فرزند اول بودم و خواهرم اسما از من کوچیکتر بود. تفاوت سنی من و آبجیم 3 سال بود. من خودم همینجوری داشتم به زور بزرگ می شدم که اونم به دنیا اومد و دیگه چه گل و بلبلی شد. نمیدونم بگم پدر و مادرم آدمای نفهمی بودن یا بگم شانسشون خیلی بد بود. پدر و مادرم بچه یه روستا بودن که عاشق هم شده بودن و بعدم زده بودن از اونجا بیرون بدون اینکه هیچ کس بدونه. خیال میکردن زندگی فیلم هندیه. اینکه چرا خانواده هاشون به این وصلت راضی نبودن به کنار، ولی هم خودشونو بدبخت کردن، هم منو، هم اسما رو. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. برام همیشه جالب بوده با اینکه پدر و مادرم به حرف خانواده هاشون گوش ندادن. پدرم اسم پدرشو گذاشت روم و مادرم هم اسم مادرشو گذاشت روی خواهرم. به خدا از 15 سالگی تا 22 سالگی هر روز سرشون داد میزدم و میگفتم پدر و مادرتون جلوی چشمتون بودن و به حرفشون گوش ندادین. حالا اومدین اسم اونا رو گذاشتین به ما. مریضین یا اسکول؟ پدر و مادرم مثل 2 آدم خوشحال که انگاری چه کار شگفت انگیزی انجام دادن فرار کردن اومدن شهر. 2 روز حیرون و ویرون کوچه و خیابون بودن. یکی دلش به حالشون سوخته که انگاری خیلی آدم درستی بود. همینجور نگاهشون کرده، قیافه اونا رو دیده، با اون سن کم فهمیده چه غلطی کردن. گفته بیاید تو باغ من یه جایی پرت زندگی کنید. حواستون هم به اونجا باشه، حداقل یه سقف بالا سرتون باشه. اونجا یه باغ تقریبا بزرگ بوده با 3 اتاق که قدمتشون به زمان تیرکمون سنگی میرسه. پدرم یه دست به سر روی اونجا میکشه و قدری هم وسیله اونجا بوده که برای گذرون زندگی ازش استفاده میکنه. پدرم روزها میرفته کارگری. اون باغ واقعا جایی پرتی بود. شنیدین که میگم فلان محله یا فلان مکان ماشین خورد نیست، بد مسیره؟ اون جایی که اون باغ بود خرم گیر نمیومد، چه برسه به ماشین. باید یه مسیر نیم ساعته با پای پیاده طی میکردیم تا برسیم به جایی که امید بیشتری داشتیم تا ماشین گیر بیاد برسیم شهر. صاحب باغ بنده خدا خیلی انسان آقایی بود. اسمش یعقوب بود. گاهی می اومد اونجا و کلی خوراکی یا نظری می آورد. چون که دنیا دیده بود فهمیده بود این 2 آبی ازشون گرم نمیشه. پدرم همینجور میرفت کارگری، بارکشی و مادرم هم چاری جز ادامه دادن نداشت. من به دنیا آمدم، بعدم خواهرم. تا 9 سالگیم زندگیمون روی همون یه زندگی بخور نمیر داشت پیش میرفت و حاجی یعقوب با اینکه وظیفه‌ای در قبال ما نداشت پول داده بود به فردی تا سرویس ما بشه. من و خواهرمون میبرد و میآورد تا اینکه حاجی یعقوب به رحمت خدا رفت. از اونجا به بعد من با اون زندگی فقیرانه فهمیدم همیشه یه گزینه بدترم وجود داره و با مرگ حاجی یعقوب من از همون خوردن نون و پنیر با آرامشم افتادم. حاجی که مرد پسرش ایوب اومد نشست جای پدر. هر چقدر که پدرش انسان خوب و پاک دلی بود پسرش در خباثت رو دست نداشت. فکر کنم بند ناف ایوب رو ابلیس بریده بود. یه چیزی میگم شما عزیزان
یه چیزی میشنوید. الان که حدوداً 50 سال از اون روزها میگذره و من کلی آدم تو زندگیم دیدم، اما به بدی اون دیگه ندیدم. سیاست کاریش این بود که دور و بریاشو بندازه تو لجن و بهش محتاج بشن، بعد هر بلایی دوست داشت سرشون بیاره. دقیقاً 1 ماه مونده بود سال تحصیلی به پایان برسه که ایوب سر و کلش پیدا شد. حاجی 2 هفته‌ای بود مرده بود که نوبت رسید به ما که با اون مردی که بی وجدان آشنا بشیم. اومد داخل اونجا و گفت مدرسه و درس برای بچه ها تعطیل، باید کار کنن. به پدر و مادرم هم گفت بس هرچی مفت و مجانی نشستید، باید واسه من به یه دردی بخورین. به پدرم گفت روزی 4 ساعت باید بیای برای من کار کنی، جا کرایه خونه، و من مثل پدرم نمیتونم پول تحصیل طولایی تو هم بدم، بفرستشون سر کار. همینجوری وضع پدر و مادرم داغون بود، دیگه بدترم شد. گفت خودمم هر روز 1 ساعت میام اینجا. ایوب اون زمان خلافش خیلی سنگین بود و معتاد بود، اما به خاطر پول و ثروتش قیافش اصلا مشخص نبود. به اون راننده‌ای که اون زمان حکم سرویس مدرسه ما رو داشت و کارگر حاجی بود گفت خواستی خودت بیا ببرشون، من پول نمیدم. بنده خدا آخر سالم اومد ما رو مجانی برد. واقعا که من با جون و دلم معنی این جمله رو فهمیدم، از آدم یه خوبی به جا میمونه یه بدی. تا به امروز لطف اون بنده خدا رو یادم نرفته و ظلمایی که ایوب بهمون کرد رو هم یادم نمیره. ایوب 2 روز بعد ساعت 8 صبح با حالی خراب در اونجا رو جوری کوبید که نزدیک بود سکته کنیم. با پیجامه و زیرپوش پشت در بود. با داد دستور میداد به مادرم. وقتی وسایل کارش مهیا شد و خوب خودش رو توپ کرد گفت صبح که میام همه چیز مرتب باشه. از ترس ما درب خونه رو از 6 صبح باز میذاشتیم. به معنی واقعی تو خماری بی‌عصاب بود و زورگو. بعد از نشه شدنشم یاوه‌گو بود و کثیف. من با اون سن کم ترس و ذلت پدر و مادرم و جلوی اون ظالم و عقده‌ای میدیدم. تازه وقتی شنگ میشد باید میرفتیم لباساشو تر تمیز میآوردیم بپوشه و بره سر کار. پدرم از 2 ظهر تا 6 عصر باید میرفت به مغازه برنج فروشی ایوب و مثل خر کار میکرد. ایوب تو اون 4 ساعت جونشو از بدنش میکشید بیرون. خودش میگفت من تو عملگی اینجور پدرم در نمیاد. ایوب تو خونه ما با حقارت به مادرم الفاظ بد میگفت و دستشو میزد به مادرم. از زمان ورود اون من و مادرم مثل نوکر دورش میشستیم. دقیقاً از زمان ورودش تا نیم ساعت بعد مثل حیوان با همون رفتار میکرد و بعد از اینکه خوب عقده خماریشو رو سر ما خالی میکرد دوباره طرز حقیر کردن ما تغییر میکرد و طور دیگه‌ای موجب آزار میشد. پسرها بهتر میدونن که بی احترامی به مادر چجوری پسر رو داغون میکنه. با اینکه دل خوشی از مادرم نداشتم، ولی باز پس کله هایی که از ایوب میخورد برام مثل مرگ بود. چند ماه از این روند گذشت و من داشتم میمردم و با دیدن این که پدر و مادرم کاری نمیکنن از ترس این که ایوب اونا رو بندازه بیرون بیشتر آتیش میگرفتم. اونا دلشون خوش بود که سرپناهی برای شب خوابیدن دارن، اما برای من تو لونه سگ موندن به اونجا شرف داشت. مدرسه ها باز شدن. من گردن کج کردم پیش ایوب تا برم مدرسه. جوری یقه لباسم رو گرفت و پرتم کرد که نفسم بالا نمی اومد. بعد دقیقاً این حرفو بهم زد: تو یه انگل نری مدرسه نمیشه؟ تو جا تو چاه فاضلا به نه مدرسه.
مادرم میگفت پاشو معذرت خواهی کن و دست آقا رو ببوس. تازه خودشو ساخته بود وگرنه مرگم حتمی بود. از اون روز ساعت 5 صبح میزدم بیرون تا اونو نبینم و پیاده میرفتم تا برسم بازار. چون که سنم کم بود و غذای درست و حسابی نخورده بودم، مثل یه بچه گربه بودم و کسی بهم کار نمیداد. اولش فقط میزدم بیرون از خونه ایوب رو نبینم. باز قبل از ظهر برمیگشتم، اما به خودم گفتم بذار یه کار پیدا کنم. وقتی به چند نفر گفتم با هم بدرفتاری کردن. میرفتم به کسایی که براشون سنگین بود کمک میکردم. اونا هم بهم یه پولی میدادن. یه بار به طور تصادفی بار یه پیرزن رو بهش کمک کردم که پیرزن دلش به حال و روز من سوخت. گفت اسم چیه مادر؟ گفتم عابد. گفت داری پس میفتی، چیزی نخوردی؟ گفتم نه، عادت دارم خانم. منو برد داخل. اول یه شربت گلاب بهم داد خوردم که خدا رو شاهد میگیرم اولین باری بود تو عمرم داشتم شربت میخوردم، چه برسه به گلاب. یه دست کشید رو سرم که من دیوونه شدم. دستمو گذاشتم رو دستش تا از روی سرم بر نداره. اون پیرزن دنیا دیده بود. با اون دستش شروع کرد به ناز و نوازش من. گفت نگران نباش، من پسرم تو بازار میوه فروشی داره، بهش میگم اونجا کار کنی. بعد به هم غذا داد و گفت فردا برو تو بازار، به هر کس بگی حجره آقا رضا مصور بهت نشون میدن. من روز بعد رفتم بازار. چند ساعت نشستم تا در حجره ها باز بشه. اونجا یه هیبت عجیب و غریب دیدم. طوری جذبه داشت که زبونم بند اومده بود و نتونستم حرف بزنم. بلاتی گفت عابدی؟ سرمو تکون دادم. رضا 40 سال داشت، اما خیلی صورت زیبایی داشت، با هیبتی به شدت گیرا. گفت برو ته مغازه. اول یه پارچه باز کرد که داخلش نون تازه با پنیر بود. گفت صبونه بخور، دم حاج خانم گرم. به رضا گفته بود بهش غذا بده. این بچه بی قوه و بی بنیه است، ازش زیاد کار نکش. تو روز به خاطر مادرش تا ساعت 3 عصر 4 بار بهم غذا میداد. اونم پر و پیمون، طوری که یکم جدا میکردم برای خواهرم اسما تا براش ببرم. کار من این بود که فقط بشینم گوشه مغازه و یه دستمال روی میوه ها بکشم. اونم اصلا رضا بهم گیر نمیداد که زود باش یا قشنگ تمیز کن. اون زمونا هم میوه ها فصلی بودن. نبود تو هر فصل هر میوه‌ای در دسترس باشه. خوب تو خاطرم هست. بهترین تجربه و لذت بردن من از زندگیم تا امروز همون دوران بود که پیش رضا کار میکردم. من از اوج بی پناه بودن رسیده بودم به نقطه‌ای که 2 نفر هوامو داشتن. به هم صبونه میدادن، با هم خوب رفتار میکردن. تازه داشتم معنی زندگی رو میفهمیدم. تو بازار همه مثل سگ از رضا میترسیدن، ولی هوای منو داشت. وقتی میرفتم خونه دوباره غم عالم آوار میشد روم. بدن مادرم سیاه و کبود بود، اما به عشق روز بعد چشامو میبستم. خواهرم بس که از ایوب میترسید، صبح میرفت توی یه گنج قایم میشد تا گورشو گم کنه. اما بعد از چند ماه انگار قرار بود دوباره بی پناه بشم. عصر رسیدم خونه، داشتم به اسما غذا میدادم که ایوب سر و کلش پیدا شد. گفت انگل پاشو، باید بریم یه جایی. بعد موهامو گرفت و با خودش کشید. به خدا اون میومد جهنم میشد. انگاری یه حاله هوای سنگین و نحس وارد خونه میشد.
بیشرف در رو باز کرد و منو نشون جلوی صندلی شاگرد روی کفی. گفت تو عوضی اصلا نباید سوار ماشینم می شدی. حیف که مجبورم. دلم داشت آتیش می گرفت. پدر و مادرم هم فقط ایستادن نگاه کردن. تو راه فقط زیر لب فحش داد و مشخص بود داشت از چیزی که سرش اومده گر می گرفت. بدنم مچاله شده بود اونجا و کاملا خوش شده بودم. وقتی پیاده شد منو پرت کرد پایین. متوجه شدم توی یه کوچه هستیم. در یه خونه رو زد که چوبی بود. یه زن تقریبا لخت در رو باز کرد و گفت با ایوب خان. دست زد تو سینه اون زن و خودش وارد شد و منو پشت سر خودش میکشید. از چارچوب رد شدم. انگاری بدنم باد کرد و شروع کردم به سرفه زدن. از راهروی قدیمی رد شدیم. رسیدیم به باغچه و بعد از باغچه یه ساختمون قدیمی پدیدار شد. منو برد تو زیر زمین. یه پیرزن اونجا نشسته بود که مثل یه موش کور افتاده بود توی یه کیسه کوچیک و دنبال یه چیزی میگشت. به معنی واقعی اون پیرزن کریه بود و کثیف‌ترین آدم روی زمین بود. اونجا بوی ادرار می اومد. وقتی نگاه کردم غیر از گیلیم که روش نشسته بود کل زیر زمین خیس بود و پر از لکه های قدیمی. بدون شک همونجا پیرزن دستشویی می کرد. ایوب گفت عجوزه اینم بچه. زود باش نگاه کن ببین کدوم فلان فلان شده ای با زن منه. پیرزن گفت این بچه چند سالشه؟ ایوب گفت نطفه خر. چند سالته؟ گفتم 10 سال. گفت خوبه بشین اینجا. ایوب مثل گاو نفس میکشید و مثل سگ با چشماش پاچه منو میگرفت. ایوب گفت هر کاری میگه انجام بده وگرنه میندازم جلو سگ. من گریم بند نمیومد. افتاده بودم به حقیق و ترسیده بودم. اون عجوزه به ایوب گفت برو بالا پیش عفت گناه داره. دخترم چشاش سفید شدن از بس منتظر مون تو بیای بگیریش. اون حیوان رفت و منو بدبخت کرد. خدا لعنتش کنه. حتی اون پیرزن جادوگر از اون بهتر بود. هرچند که ازش میترسیدم. گفت بیا بشین کنارم. از ترس ایوب رفتم. اون عجوزه دلش به حالم سوخته بود. یه قند کرد تو دهنم گفت بخور. این گوساله تو رو ترسونده. گوش کن. اصلا نترس. من هر زمان گفتم فقط تو آینه نگاه کن. ببین چی میبینی. باشه؟ گفتم باشه. جادوگر یه آینه پایه‌دار رو که با پارچه سیاه پوشونده بود از پشت سرش برداشت گذاشت جلوم. گفت از هیچی نترس. هر کسی رو دیدی. اینا اومدن کمک. نترسی. اون پیرزن متاسفانه این کاره بود. 2 شمع به کلفتی شیشه نوشابه آورد که یکی سفید بود و کلی نخ سبز و دعا با زعفران روش نوشته شده بود و دیگری سیاه بود و کلی زنجیر و قفل دورش داخل پارافینش بود. شمع سفید رو گذاشت سمت راست من که 2 وجب با آینه فاصله داشت. شمع سیاه رو آورد گذاشت سمت چپ من که 2 وجب با من فاصله داشت. هر 2 شمع بین من و آینه قرار داشتن اما با فاصله های متفاوت. گفت من شمع رو روشن میکنم بعد زیر زمین تاریک شد تو سرتو بنداز پایین و تا نگفتم داخل آینه رو نگاه نکن. باشه؟ گفتم باشه. بعدم گفت هر سایه‌ای چیزی دیدی
اینا دوستام هستن، نترسی. باشه. گفتم باشه. من تازه داشت از اون پیرزن خوشم می اومد و برام جالب شده بود. نمیدونستم چه خبره. من هنوز اسم غذاها رو بلد نبودم و نخورده بودم، چه برسه به دونستن جن. پیرزن از جاش بلند شد تا بره چراغ رو خاموش کنه. کلن کج بود. شونه سمت چپش به قدری افتاده بود که باور نکردنی بود. بلند شد. یه بوی خیلی بد به دماغم خورد. شمع رو با خوندن چیزی زیر لب روشن کرد و رفت جمجمه یه حیوان رو از لبه تاقچه برداشت که کلی حروف و اعداد روش نوشته شده بود و احتمالاً متعلق به سگ یا گرگ بود. بعد رفت چراغو خاموش کرد و اومد پشت آینه نشست. کلن اون زیر زمین مثل قبر بود. انگاری به زور میشد داخلش نفس کشید. با خاموش کردن چراغ اوضاع بدتر شد. اون عجوزه کج و کوله پشت آینه بهم گفت هر زمان گفتم با آینه نگاه کن تا هر زمان که خبرت نکردم سرتو بالا نیار. اون دهن نحسشو باز کرد و شروع کرد به گفتن چیزایی. بعد از چند دقیقه از بالای چشم دیدم پارچه رو کنار زد و جمجمه رو گذاشت بالای آینه. انگاری یه جا تعبیه کرده بود که جمجمه با قاب آینه تو هم قفل شن. پارچه از روی آینه کنار رفت. یه نور اضافه به محیط زیر زمین تابید که عجیب و غریب بود و شعله‌های شمع به تلاطم افتادن. گاهی شمع سفید شعله‌اش زیاد می شد و گاهی شمع سیاه. این چیزا رو بیخیال شیم. از کمر به پایین انگار فلج شدم و قلبم جوری میزد که انگاری میخواست از تو سینم بزنه بیرون. به 10 دقیقه نرسید و عجوزه کاری کرد از شرق و غرب و مغرب و شام، زمین و هوا، سایه ها و هیبت های ناجوری اونجا پشت سرش جمع شدن. من خرفت به خودم گفتم چقدر این دوست آشنا داره. مگه من میفهمیدم جن چیه؟ شاید همین زندگی چرتم تا به اون روز به دادم رسید و نفهمیدم اینا جن هستن و خدا رو شکر تاریکی باعث شده بود جز هیکل قناسشون چیزی از صورتشون نبینم. پیرزن گفت تو آینه نگاه کن. نگاه کردم. یه مرد داخل آینه بود و با شدت سرش جلو و عقب می شد. مثل فیلما انگاری از لنز دوربین و از نیم رخونو می دیدم و اون مردم داشت کاری انجام می داد. یه مرد که موها و ریش خیلی بلندی داشت که از شدت سیاهی ریش و موهاش برق می زدن. عجوزه گفت چی می بینی؟ گفتم یه مرد. گفت چی کار می کنه؟ گفتم نمیدونم، فقط سر و صورتشو می بینم، حواسش به من نیست. عجوزه گفت موهاش سیاهن و چشاش به رنگ یخ. گفتم آره. گفت اون شاهنشاهه. بعد گفت شمع سفیدو با دستت خاموش کن، بیا جلو و آینه رو لمس کن. من شمع خاموش کردم. وقتی نزدیک شدم آب آینه رو لمس کردم و دقیقاً انگاری با دست زدم پشت کمر اون جن که ترسید و یک خورده برگشت سمتم. یا حضرت عباس، این چه مخلوقی بود؟ قفل کردم و اون داشت از اون سمت بهم نگاه میکرد. عجوزه گفت نترس، این از روی اسب افتاده اینجوری شده. عجوزه بلد بود چجوری با هم حرف بزنه. آخه من بچه چی سرم میشد؟ عجوزه گفت بهش بگو درود ابلیس بر تو باد. گفتم. صورتش پر از زخم بود، دهنش خیلی زشت بود و
وقتی حرف میزد دندوناش شکل ترسناکی داشتن. چشماش مثل یخ بودن. نیمرخش خیلی بهتر بود. اون جن صدای عجوزه رو نمیشنید، اما عجوزه صدای اونو میشنید. در جواب من اون جن گفت لعنت به تو. منظورش عجوزه بود و بعد برگشت و دوباره به کارش ادامه داد. من جز صورتش و کمی از گردنش و خدا رو شکر نمیدیدم. عجوزه گفت بپرس پروانه شکمزاد فلان با کسی هم بستر شده؟ پرسیدم. با فریاد گفت شده. عجوزه گفت بپرس اسم اون مرد کی و صورتشو به تو نشون بده. اون جن بالا مقام از اینکه افتاده تو دام این عجوزه عصبانی بود. جواب نداد. که عجوزه گفت بهش بگم یا به سوال پاسخ بده یا دعای فیل فکن ابو حاصر رو بر لب جاری میکنم. اون جن جوری داد زد که گوشم سود کشید و بعد با نعره گفت ناصر. و بعدم ظاهر یه مرد تو آینه پدیدار شد و بعد محو شد. اون جن ترسناک گفت تو بدون شک زیاد زنده نیستی. میدونم صدامو میشنوی. این کیه نمیدونم که تونستی منو احضار کنی. که اون عجوزه پارچه رو کشید روی آینه و بعدم خودش شمعو خاموش کرد. من حس کردم داره سرم سنگین میشه و بعد به بغل افتادم. کلی سایه کوتاه و بلند پشت اون عجوزه به صف ایستاده بودن که صدای هلهله و سوتشون رو میشنیدم. دیگه چیزی نفهمیدم. به هوش اومدم که ایوب با یه عکس بالا سرم نشسته بود. گفت ناصر اینه؟ گفتم آره. عجوزه به ایوب گفت این بچه رو 2 روز در میون بیار، شبا اینجا کارش دارم. در عوض هر کاری داشتی برات مجانی انجام میدم. ایوب گفت این سگ و خونوادش تا ابدم برامون کار کنن لطف ما جبران نمیشه. اون پیرزن چیزی تلخ و زمخت کرد تو دهنم. گفت تا پس فردا خوب میشی، نترس. اون نامرد این بار منو کرد تو صندوق عقب و برد پرتم کرد تو خونه. نای نفس کشیدن نداشتم. پدرم منو برد تو رخت خواب. مادرم پتو کشید روم. فقط خواهرم کنارم نشسته بود و حالمو میپرسید. اینا رو میذارم کنار، میرم سر اصل ماجرا. دم عجوزه گرم که اون چیز بدمزه رو بهم داد. دقیقاً 2 روز گذشت. من نتونستم برم پیش رضا و برای ندیدنش گریه میکردم و زار میزدم، ولی کاری نمیتونستم بکنم. 3 دفعه منو ایوب برد پیش عجوزه. جز دفعه اول هر بار که میومدم از اونجا 2 روز تو شلوارم خرابکاری میکردم و توان نفس کشیدن نداشتم و هر زنی انرژی برام نمیموند. اون ایوب نامردم منو تو اون حال میدید و به هم پوزخند میزد. این 3 دفعه رو براتون میگم چه اتفاقاتی افتاد. دفعه اول عجوزه با کمی جوشونده و قدری بخور و دعا سر و پام کرد. گفت پسر جون بشین جلوی آینه. تنم لرزید. گفت بشین وگرنه ایوب صدا میزنم. با گریه نشستم. این بار همون کارا رو انجام داد، اما وردی که خوند فرق داشت. پارچه رو زد عقب. یه مرد 1000 ساله رو دیدم که تو قامت یه بچه 10 ساله تو کوه بود. شکل و ظاهرش خیلی شباهت به شاولین داشت. کچل و چشمایی کشید و
لباسای یه تیکه و بلند، اما با دست و پاهایی پر از پشم و مو. 2 دندون بلند که از گونه هاش بیرون زده بود. وقتی دیدمش توی کوه سیاه بود و با دماغی که به شکل خوک داشت سنگ رو بو میکشید. عجوزه گفت چی میبینی؟ وقتی گفتم یه پیرمرد میبینم اما قدش کوتاه، گفت چشاش سرخن. گفتم آره. گفت شمع سفید رو خاموش کن، بیا جلو. آینه رو لمس کردم. پیرمرد جوری با دیدنم ترسید که حد نداشت. عجوزه گفت هیچ گوهی نمیتونه بخوره. بهش بگو طلسم خونریزی بی پایانی زن چجوری نوشته میشه تا از خونریزی بمیره. بهش گفتم. با تون صدایی مثل بز گفت خاک نحس با طلسم جرزاگون با 40 روز مهلت در گوری نوزاد. عجوزه گفت بپرس طلسم جرزاگون یهود یا سامری؟ که گفت سامری. عجوزه گفت بپرس طریقه ابطال طلسم ابونهر چیه؟ که اون بازنگار که یه بز حرف میزد گفت خوندن دعای ملیروس روی پوست آهو و پیچیدن پوست دور طلسم، و بعد ناپدید شد. این بار بیهوش رسیدم خونه و نیمه بیهوش ایوب من آورد پیشش که باز سر و پام کرد. دفعه دوم تو آینه یه زن دیدم که گوش نداشت. هر تار موی اون زن مثل طناب بود و موهاشو با یه مار مثل کشمو از پشت بسته بود. پایین یه درخت کهنسال نشسته بود و اونجا زیر نور ماه روشن شده بود. اون زن اصلا چشم نداشت، حتی دماغم نداشت. زن رو کامل ندیدم، مثل کسی نشسته بود که در حال مراقبه است. وقتی به عجوزه گفتم چی میبینم، اون لعنتی همه فن حریف گفت ماری که موهای بلندشو باهاش بسته چه رنگیه؟ گفتم مشکی. چشاش برق زد. گفت لمس کن آینه رو. آینه رو لمس کردم. سر مار از موهای زن بیرون اومد. اون موجود با چشمای اون مار به اطرافش نگاه میکرد. طوری مار به سمت آینه حمله کرد که خدا میدونه از ترس سکسکه عصبی گرفتم. عجوزه گفت طریقه تسخیر چجوریه؟ منم گفتم. وقتی اون عجوزه تو آینه گیرشون مینداخت، اونا مجبور بودن هر سوالی رو پاسخ بدن، اما به تعداد معلوم. اون با من تونسته بود به اجنه قوی تو هر قبیله دسترسی پیدا کنه، وگرنه عاشق چشم و ابروی من نبود. اون جن در جواب گفت در نقطه ای از بیابان باید 40 روز جلوس کنی که اولین اشعه طلوع و آخرین اشعه غروب در هر 6 ماه یک بار به اونجا میتابه و دعای عظیمت خدای بی حد شرور رو در اونجا دائم بر لب جاری کنی. عجوزه گفت دعای عظیمت کجاست؟ اون اسم یک کوه رو برد و گفت در قله در یک غار روی دیواره کندکاری شده. خدا رو شکر زمان سوال جواب دست عجوزه نبود. من بدبخت به خاطر هر چیزی که خودم نمیدونستم چیه یه جن بزرگو میکشیدم پای معامله. اون بار بعد از آینه بینی انگاری منو کردن تو تنور و درشو بستن. فقط تب و عرق و لرز. وقتی از پدر و مادرم شکایت میکنم خدا وکیلی حق دارم. این بار خواهرم با اون سن کمش آب میریخت روی تنم و
من 1000 بار خواستم سینه خیز خودم رو برسونم پیش رضا مصور، به خدا نشد. تو آینه بینی دوم بایستی میمردم، ولی اون عجوزه لعنتی منو تو 3 سوت سر و پا کرد، هر دفعه به یه شکل. دفعه آخر چنان بند و بساطی چیده بود گفتم بدون شک قصد داره ابلیسو بیاره. عجوزه گفت عابد، این آینه بینی رو هم خوب کمک کنی کاری میکنم ایوب بمیره. به خدا با این حرفش جون گرفتم. از بند و بساط اون چیزی نمیگم، فقط اینو بگم زیر زمین تر و تمیز شده بود و یه قالی زیبا جای گلیمو گرفته بود و دیگه دوست و رفیقای عجوزه پشت سرش حاضر نشدن. عجوزه خوند و پارچه رو زد کنار. وای، زیباترین زن دنیا رو دیدم، با لباسایی سر تا سر قرمز که انگاری مشغول دعا بود. گفت چی میبینی؟ گفتم یه زن خیلی زیبا در حال دعا کردن. گفت دستاشو میبینی؟ گفتم آره. تو هم قفلشون کرد و زیر صورتش گرفته. گفت انگشتری با نگین سبز به دست داره. به سختی چشم از صورتش برداشتم و به دستش نگاه کردم. گفتم آره. گفت اون دختر شاه پریان مغربه. شمع سیاه رو خاموش کن و جلو بیا. برای اولین بار شمع سیاه رو خاموش کردم و آینه رو لمس کردم. زن چشاشو باز کرد. به قدری چشمان درشت و زیبایی داشت که بی مثال بودن. به رنگ آبی، نه ترسید نه وحشت کرد. عجوزه گفت سلام کن. سلام کردم. با لبخند گفت السلام علیکم و رحمت الله. عجوزه گفت بپرس که دفینه اشکاووس در کجا دفن شده. پرسیدم. اون زن جواب داد در مغرب دشت شام. عجوزه گفت ابطال طلسم دفینه رو بپرس. پرسیدم، ولی بعد محو زیبایی شده بودم. به یک باره یه صدا تو سرم پیچید که مال عجوزه نبود. گفت عابد، تو ذهنت اینو بخون، حرفامونو اون نشنوه. چند کلمه بود تکرار کردم. واقعا عجوزه صدای اونو دیگه نمیشنید. عجوزه گفت چرا صداشو نمیشنوم؟ که گفتم حرف نمیزنه و داره دعا میکنه. این دروغی که گفتم بهم الهام شد. اون زن زیبا گفت آینه رو بشکن. هر کاری که نیاز باشه میکنم که دیگه زجر نکشی. تو رو جون خواهرت، آینه رو بشکن. من حواسم بهت هست، نمیذارم کسی بهت آسیب برسونه. زن زیبا اینا رو گفت و داشت گریه میکرد. تو سرم گفتم قول میدی؟ گفت به خدای سبحان قسم اجازه نمیدم. با آخرین زورم مشتم و بردم عقب و یک بار مشتم و ول کردم وسط آینه. جوری محکم زدم که دستم از اون سمت اومد بیرون. عجوزه شروع کرد به نعره زدن. من نحیف بودم و دستم داغون شده بود. بعد اون مشت ایوب منو پرت کرد تو خونه. چون که عجوزه برای راه انداختن اون بهم نیاز داشت، منو نکشت. دستم بین یه پارچه کثیف هم شکسته بود، هم خونریزی داشت. تو جام اون زن زیبا رو پایین پام دیدم. بهم لبخند میزد و در آرامشی بی حد با درد و خونریزی خواب رفتم. وقتی بیدار شدم، یه زن همراه اون زن زیبا
دستم و جوری با پماد و زماد راست و ریست کرد که انگاری معجزه شده بود. گفت دست تو از پارچه بیرون نیار. اون زن زیبا گفت ایوب اومد، خودتو بزن به خواب، کاریت نباشه. و بعد یه قطره مایع شبیه آب از یه شیشه ریخت تو دهنم. ایوب با فوش اومد اونجا و مادرم باز مثل کلفت هم کار میکرد، هم کتک میخورد. نیم ساعت نشد که حاج خانوم با پسرش آقا رضا لگد زدن تو در اومدن داخل. پا شدم پریدم بغل رضا و یه کوب گریه کردم. گفت عابد پسر چی شدی؟ چرا وضعت اینه؟ گفتم اون این کارو کرده. ایوبو نشون دادم. وای خدا، رضا چوب بر نداشت، یه کنده برداشت. ایوب مثل یه موش که جارو میخوره تو سرش زیر کنده و دست و پای رضا جو میداد و میگفت میدونی من کیم؟ اونم میگفت هر خری هستی مهم نیست. منم تو بغل حاج خانوم زیر چادرش بودم و داشتیم نگاش میکردیم. حاج خانوم گفت دیشب تو خواب یه زن بهم آدرس اینجا رو داد، گفت برو به داد اون بچه بی‌نوا برس. چون که پارچه‌ای دور دستم پر خون بود، رضا و مادرش خیال کرده بودن دستم له شده. ایوب سینه خیز از جلومون با پیجامه و رکابی رفت سمت ماشینش رو فرار کرد. قضیه رو کامل به حاج خانوم گفتم. رفت کلی مادرم رو دعوا کرد. بعد با ماشین رفتیم سراغ پدرم. اونو سوار کردیم و برگشتیم با مادرم و خواهرم رفتیم پیش حاج خانوم. حاج خانوم خونه خودشو زد به اسم من و یه دنگم زد به اسم خواهرم و گفت من مردم این خونه و کل وسایلش برای شما. ایوب ناصر رو کشته بود و رفت زندان و بعدم اعدام. اینو اون زن زیبا بهم گفت. از اون روز زندگیمون هر روز اوج گرفت و من تموم کاری که دوست داشتم برای خواهرم انجام بدم رو انجام دادم. اما هنوز حسرت روزای بچگیمو میخورم. دختر شاه پریان مغرب دینشو بهم ادا کرد و خیلی جاها بهم یاری داد، طوری که حتی تصورش برای بچه‌هایی که پدرشون تاجر قفله. اون گفت تو به خاطر قدرت خدادادی با اجنه مصاحبه میکردی و قدرت اینو داشتی که با بزرگای هر طایفه از جن ارتباط بگیری. در آینه بینی اون بچه‌ای که روبروی آینه میشینه هر چقدر قدرت بالایی داشته باشه قلابش به اجنه بزرگتری گیر میکنه و اجنه به خاطر ترس از مرگ مجبور به جواب هستن. در آخر اینم بگم که همون پادشاه جنی که ناصر رو لو داد ترتیب عجوزه رو داد و کلکش رو تو خواب